این چی غوغاست ها؟ چطور خوب است؟ وای 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 لیوناردو دیکاپریو تو این رو ببینه اینقدر زیبا شده است. با دستت چی شد؟ هیچ چیز نشده است. چخیل من فراموش کردم. چرا فراموش کردی؟ 1 دقیقه. تو ما رو اینجا انتظار شو. کمی پس می آیم. وای 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 دوملوی عاشق. زورو جان یگون پرابلم هست. نه؟ این چی به ترتیبی؟ آیا همه چیز رو من جمع میکنم؟ شما کیستید؟ برای چی اینجا غوغا میکنید؟ ببخشید و این رو از منده و از نبیره خودتون پرسید جناب. این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جان چی؟ چی؟ این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جان این یا که این داماد است؟ نه این است. راهبانی نصرانی زن نمیگیرند از مچخل باشد. زورو چیگه پس یگون چیز گوی؟ رفیقان با همتون برباری خواهانم رفتیم راه کرد. عزیزم بیو می رویم. این چی گپ است؟ بیا همراه تو یک مردانه وار صحبت کنم. مرحمت. مرحمت. تشکر. مرحمت دوملوزیا. مرحمت. شینید؟ لبای زورو؟ وای بابا جان این کس بابا جان من همراه شما ایستم. ما در تنهایی با او صحبت میکنیم.
مردی را که تو با او خانه دار میشوی من باید بشناسم. لطفاً برو. زورو جون چی شده است؟ همه کارها برباد رفت. زورو جون چی شد؟ مگر بگوید همش رو پای برده است؟ حالا نمیدونم سیلین. بله داملوزیا، شما را گوش دارم. هر چی که هست به من نقل کنید لطفاً. اگر می بود نقل نکردم، اما چرا نقل کنم؟ جناب، یعنی با شما چه خیلی فهمانم. راست گپ من کمتر در هیجانم. راحت باشید، شما خودتان را راحت ایست کنید، هیچ شرم نکنید. گوش کنید، زهرا همه چیزی من است، گوهر قیمت بهایم است. برای من مقصد اساسیم در دنیا خوشبختی او می باشد. مرا فهمیدید؟ فهمیدم، البته فهمیدم، میدونم جناب اکرم. مرا خطا نفهمید محترم دامولوزیا. شما دو آدمی به وای رسیده اید. به این قرار دادتان من احترام میگذارم. پرسیدن عیب است. شما کی شناس شدید؟ کی برای ازدواج کردن قرار دادید؟ قبول کنید که این برای ما یک سورپریز کلام بود داملا. البته شما درست میگوید. دانسته باشید که یعنی که سورپریز کردن گناه عظیم است. اما من هم این کار چگونه شد هیچ نفهمیدم. یعنی همش ناگهان رخ داده؟ بله، این خیلی هم گویم خطا نمیکنیم. زهرو هیچ چیز رو نمیشونم، تو میشنوی؟ من هم نمیشنوم. زهرا را دوست میداره شما؟ بله، زهرا را دوست میدارم. بار اول که او را دیدم دلم از تپش کردن ماند. آن روز برای من روزی بود که گویا دوباره به دنیا آمده حیات نو را آغاز کردم. در چشمان او مثل آینه خودم را دیدم. گویا که روحم به سوی او فرار کردن میخواست. ندانستم. جناب، من در حیاتم یکم مرتبه به دختر دل دادم. کیلاس، با تو چی شد؟ حالا یگان گپ نشده چرا تو چنین گفتی؟ همه سر رو فاش کردی احمق. اکنون تو چطور بروی آنها نگاه میکنی؟ در یک نگاه اول عاشق شدید، ها؟ بله جناب. بابا بایم در کدام موضوع گپ زدید؟ ای زهرا، کلی درا با تو هم کمتر صحبت کنم. بیا درا. دخترم، برا میگویم نمی برایی، درا میگویم نمی درایی. کلی درا. تمام شدم.
نفهمون زهرا این کار چه رخ داد؟ کدام کار چه رخ داد بابا؟ 40 سال فکر میکردم هم به فکرم نمی آمد. کی با هم شناس شدید؟ کی هم دیگر را دوست داشتید؟ حیران شدم. داملازیا را پرسیدم. گفت که در نگاه اول به تو عاشق شده است. این را ملازیا گفتند؟ نه، امامی مسجد. چی گفت بابا؟ گفت که در نگاه اول به تو عاشق شد. به فکرم تو هم در نگاه اول به او عاشق شدی ها؟ همین طور عیناً همین طور شد بابا جان. داملازیا چه خیلی که شدن من هم عیناً همون خیلی شدم. خوش چرا این را بر وقت‌تر به من نگفتی؟ این ناگهان شد. چه خیلی شدنش رو من نفهمیدم موندم بابا جان. بابا جان من رفته داملازیا رو گسیل کنم باز خفه نشم. زهرا چی شد؟ یگان مشکلی نشده است. همش رو بد میفهمونم. زهرا با کجا می روی؟ چی گپ شد زهرا؟ اپا جان حاضر آمده همش رو میفهمونم. سحر جادو رو بین؟ داملا زهرا رو جادو کرد دست پسش میدواند به خدا. یاسمان شما همین طورید. شما چنین آیله هستید فروخ. همه به کار خود آواره. بابا جان چی گپ شد؟ آنها هم دیگر را دوست می‌دارند. زهرا را داشتن نتوانستم. از پس داملازیا دویده رفت. یعنی چخیلی که میدانی عشق باز کارش را کرد. یعنی چخیل زهرا با داملا ازدواج میکند؟ نه این خیل شدنش ناممکن است. بسیار شاد شدم. تو به عقل هستی. مادر چقدر از من میشاد از من. ای بلیس تو یک به عقل هستی. هیچ چیز را نمیفهمی. دخترها کنی به آشخانه روید از پس کارتان شوید. تو هم شهناز رو گپ گوش کنی را بس کنید. ای بچه کجا گم شدی؟ بیا که من تنها زیغ شدم. ای داملا دویم بار میشود که شما مرا نجات داده استدید. یکم بار از راه زنها، دوم بار از بابویم. آدمگری همین است. از برای من شده شما دروغ هم گفتید داملا. دروغ؟ با بابویم گفتید که در نگاه اول به من عاشق شدید. همین را در نظر دارم. شما را گناهگار کردم. نه این خیلی فکر نکنید. آیا شما میدونید که من به بابایم چی ها گفتم؟ سخنهای شما را تکرارا گفتم. من هم گفتم که به شما در نگاه اول عاشق شدم.
باورم نمی آید. تشکر به شما. همش میگذرد. میدانم که با شما ازدواج ساخته برپا کردن این فکری غلط است، اما مجبور شدم. آن دختر قریب مرا در حالت ناگوار گذارد. من هم چیکار کردم را ندانستم. همین که در دست شما گلدسته را دیدم گفتم که داماد انا وی است. دروغ گفتم که به شما عاشق هستم. دیگر راه هم نداشتم. میدانم این یک حالتی علم آور است، اما بسیار خنده آور. این دختر رو ببین. زهرا، مولا بعد گفتگو میکنیم. برای کارهای کرده تان می ندارم. شما مثل فرشته اید. تا دیدار. زهرا، لبه اپا جان. زهرا خودش چی گپ است؟ چی سفسطه گفتی؟ مگر دیوانه شدی؟ خوب هستی؟ چی خیر سفسطه اپا جان؟ عشق، ازدواج همش. بابایم را پرسیدم، گفت که عشق باز کارش رو کرد. این چه خیلی عشق است؟ چگونه عشق ساخته است؟ شما چی ها میگویید؟ عشق مگر ساخته می شود؟ او چی ها میگوید؟ عشق میگوید. خدایا توبه کردم، گویا که کاری نشده است. زهرا، تو فکر کردی؟ یعنی وقتی این قرار رو دادن ما رو، خودت رو، اطراف رو فکر کردی؟ نه، تو فکر نکردی. اگر فکر میکردی همش خوب میشد. زهرا چی شد؟ از فکری زیاد سرم میکفد. مولا زیا باز دروغ گفته مرا نجات داد. چه خیلی دروغ؟ دروغ عشق. دروغ عشق؟ بیا رفتیم. این دختر رو ببین. در ازدواج ساخته مرا انتخاب کرد و یک بار هم نپرسید که من راضی هستم یا نیستم. این چی گپ است؟ من برای او بازیچه شدم ها؟ حالا بازیچه رو میبینی. استاد شامتون بخیر بود. شام بخیر. بچه ها خیری کرده اون صاحب کار را به ما گفتند و ما جمع آمدیم. نصیب باشد اون پول ها را کی به یتیمان تقسیم میکنیم دوملا. این مسئله. شما رفتن گیرید، من پول ها را گرفته از پس شما می آیم. استاد بخشش یک سوال دارم. هجری از برای خدا یگان سوال نپرس که خاطرم جوی خالی ندارد. دوملا شما را انتظاریم. مایلش. شام بخیر دوملا. مایلش، خدا حافظ. شب خوش استاد. شوکت، من به مسجد می روم. بعد نماز خفتن آماده گفتگو میکنیم. مرا شنیدی؟ امروز هم گذشت. پگاه چی می شده باشد؟ اکنون حاضر چی کار میکنیم؟ اگر فکری مرا پرسی زهرا، داملا برای ازدواج ساخته بسیار انسانی موافق است. سفسطه نگوی. زهرا جان، خودت نگفتی که در ازدواج ساخته میترسم که داماد به من عاشق میشود.
و باز گفتی که اگر داماد به من درست ناید همش رو به بابایم فوش میکند. بعد اینکه دومولو هیچ وقت به تو عاشق نمیشود، همین طوره؟ نمیدونم آیا میشود یا نمیشود. یعنی دومولو هیچ وقت با ما بر این دخترهای زمانوی اویلادور نمیشود. البته دنیای ما از دنیای او خیلی فرق میکند. بله، همین طور است. شوکت مرا فهمیدی؟ من با مسجد میروم. شوکت چرا گپ نمیزنی؟ آوازت رو برار. ای بلا زند، چرا گپ نمیزند؟ شوکت بلا زند. شوکت! شام بخیر. شام بخیر دومولو. یکو مشکلی است؟ نه، مشکلی نیست. من نزد یک رفیقم اومدم. با شما در اومدن ممکن نیست. بخشش. برای آنکه من دومولو هستم. چرا در اومدن دومولو ممکن نبوده است پسر؟ زنهای در درون بوده خودشان را ناراحت میکنند. مرحبا دومولو. خیر داره. بیا مثل فیلم ها میکنه. یا بچه تلفن رو بردار آخیر. خیر مالش. خداحافظ. شب خوش بابا مولا. دومولو راهتان رو گم کرده؟ نه دوستم، راهم رو گم نکردم. یک شاگردم رو میجویم. دومولو شاگردهای شما در مدرسه اند؟ تمام ایستا یافتم. یکم مشکلی نمیشه. راحت برادر. شوکت رو ندیدی؟ کی او رو میپرسد؟ این من کلاس. آقا با خدا این توی؟ منم پسرم. من شوکت رو ندیدی؟ با اینجا آمده بود. آقا شوکت کم تا پیش همینجا بود. بعد گفت که دستویم خوریده استوده است، با کازینو رفته یک قمار بازی کنم. اوه شوکت بر پدرت نعلت بلا زند. پلیس نجومید. آرام شوید. کنی حجتاتون رو برارید. در جایتی است. کنی موسیقی را خاموش کن. شناسنامه‌تان رو برارید. در را کشایید. دومولو شما در اینجا چیکار میکنید؟ نپرسید دوستم، تماما نپرسید. در اصل در راه رفته ایستاده بودم، بعد این انسان را فهمیدن در کار. حالم بد شد و با اینجا در اومده. در حدیث آمده است که انسان باید نماز را در وقتش ادا کند. خیر میلش، کارهای شما بسیار است. از پس کارتان شوید. من زود روم که جماعت مرا انتظار است. با فکرم وقت نماز قضا شد. زورو از جایت خیز گپ زنیم. سلین یک دقیقه شین. ای خدا، در این ساعت عیب است. بگو گپ میزنیم. زورو کاری امروز رو به فردا نگذار. یکی باید فردا از همش آگاه میشود. خدا نگاه دارد. با این کار حل نمیشود. خیز نزدی او رویم.
گوش کن. چرا دوملا این کارو قبول کند؟ عیبی ما چی؟ او خودش چنین گفته است. کارو تا آخر دوام دهد. این کارو چخیر من به دوش او بار کنم؟ وای آدم از برای من شده دروغ میگوید و گناه میگیرد. زورا جان، اگر به آدمی درمونده یاری دادن صواب نمی بود، او هرگز دروغی عشق ساخته رو نمی بافت. تو خفه نشو. تو تنها فکری باید رو بکن. تمام کنی خیز رفتیم. سلین خیز رفتیم شید تمام. بیا گفتم بیا. سعید برادر 24 ساعت در تلفن بازی میکنی ها؟ نه دوستم، همسرم با وایبر صورتهایش رو روان کرده است، تماشا دارم. این بیاد نیست؟ برادر سخنویت رو سنجیده بود، تو دوست و دشمن نگردانی. خفه نشو، همسرت پیر می نماید. بله او تنها در صورت چنین می نماید. از پیش خوشبه است باید کن. چی بود ها؟ خانی رفته بینیم؟ شام بخیر. شام بخیر بابای مولا. و فکرم رهگم زدید. نه پسرم، مرا فرشته ها راهنمایی میکنند. یک رفیقم رهگم زده است، آمدم تا او را راهنمایی کنم. مانده نباشید. اگر بازی نکنی خیز دیگر کس شیند. شوکت برادر جان، خوش آمدی برادرم. دمت را گیر، مرا گوش کن. پولها را کجا کردی؟ حیوان، فقط به من نگویی که همه پولها را بای دادی. تو چی ها میگویی برادرم؟ نخود همه پول رو بایدیم. انا نصفش رو باید دادم. نصفش رو؟ شوکت، نصف پولها همین است. من با مردم محله چی میگویم؟ برادر جون، در راه با دخترها و خوردم. بعد به طرفخانه رفته خوراک دویم خوردیم، نوشیدیم، پولها کم شد و برای پولها را جابجا کردن به کازینو آمدم تا برد کنم. من توبه کرده بودم. خاموش. توبه کرده است. این توبه در سرت ماند. با تو بعد گپ زنان میکنم. بعد شامتان بخیر جنابان. حالا برادرم خطا کرده است. پولی که از خودش نبود و آن را باید خیر میکردم. آمده اینجا باید داده است. خواهش میکنم پولها را با من برمیگرداندید. این خیلی کار خوب میشد. بعد بله، من این پولها را برده با یتیمان میسپارم و ثواب شما هم میرسد. نمیشود دملو. تو پولها را باید داده. با دملو مصلحت کرده پولها را پس گرداندنی. جورا این مکر درمو نمیگذارد. اوه شوکت.
اکنون حیاتتون برباد رفت. احتیاط کنید که برادر من فهمیده؟ خاموش. برادر گرامی قدرم. با حضور بازی کن. انا پول هم داریم. تقسیم کنید. داملای محترم باز گناهگار نشوید. همش از نیت وابسته است. تقسیم کن. домло моро ҳам гунаҳгор накунед. пули шумо ба мо дар кор нест. дар ҳаққи мо як дуо кунед бас. برادری عزیز میگویند قماربازی حرام است اما نه در چنین حالت. حالا تقسیم کن. به فکرم نیست. چراغ‌هایش هم خاموشند. در این ساعت به کجا رفته است؟ من از کجا میدونم؟ داملا رو میجوی زهرا؟ بله. برآمده رفتند. نمازخوانی رفتند. نمازخوانی وقتی نماز گذشت. در این ساعت نماز میخونند. نماز خفتن خیلی شد گذشت. شاید نمازی دیگرش رو خوندن رفته است. سلین جان، نماز بعدی نماز بامداد است. من از کجا میدونم؟ من هیچ وقت نماز نخوندم. اکنون چی کار میکنیم؟ رقم تلفنش رو نداری؟ نه. نداری؟ نه خود رقم های تلفنی معشوقت رو نداشته باشی. سلین اینجای شوخی نیست. شوخی نکن که برداشته نمیتوانم. تمام دیگر تکرار نمیکنم. رفتیم. зам мекунам. پس میدهم. پس тақдири ман баланд будааст. سراسیمگی این عمل شیطان است میگویند. نفهمیدم. شوکت لبای برادر جان. چرا سخنهای ما رو در اینجا هیچ کس نمیفهمد؟ جناب برادرم میگوید که مرحمت جنابان. گل جناب گل. برادرم گل را زد. دلم بوی شدیم برادر. چرا من این کارو کردم؟ پر کن. بس برادر پر کن. من هم نصیب و تقدیر بلند من بود. شوکت پر کن. شوکت بس است. همینش کفایت. دیگرش مون برادر. همین قدرش بس است. دیگرش رو رفیقان بین خودشون تقسیم میکن. کیل از تو چی گفتم؟ شوکت به من داد نزن. برادر این همه پول ها رو ما بود کردیم کو. همینش بس است. گرجزداد رو از اینجا میرویم. با همه تشکر زیاد. بسیار هم شب خوش بود. حلاوت بردم. چی گویم؟ این هم نصیب و تقدیر بلند من بود. شبتان خوش. رفتیم. دلم با اونها میسوزد. رفتیم. او چگونه داملا بود؟ агар домула ба ҳоли мо раҳм намекард, бародараш тамоми кисаи моро холӣ мекард. худо аз ӯ розӣ бошад. مرحمت قنچوی. شاورما نداشت؟ نه شوکت. یا خدا او رو ببین. من با کار دیشب کردهش نگاه نکرده با او چای آوردم باز شاورما میگوید. با خدا تو تماما تغییر یافته ای. زنگ گرفتم حیاتم سوخت. دمت را گیر. حال بزنی تو رو میدانم. نه به خدا زنگ گرفتم احوالم بد شد. شوکت با من درباره زنگیری گپ نزن که به این هم در دارد. چرا؟ چرا؟ آن دختر با من ازدواج ساخته میخواهد. برادر من از گوهرک چشمانت فهمیدم که تو با اون دختر عاشق شده ای. با او اظهار محبت کن. شوکت دمت را گیر. گویا که همه چیز رو میدونسته باشی.
келас оё ҳамаи ин пулҳоро дар ҳақиқат ба ятимон тақсим мекунӣ? бале шавкат, пулҳоро як дирҳамаш намонда тақсим мекунем. чӣ буд? ҳеҷ. аз байнаш барои истироҳати бо фароғати худамон камтарашро мегирифтем. шавкат, пулеро ки барои истироҳати худамон ҷудо мешуд, ту бояд дина шаб фикрашро мекардӣ. фаҳмидӣ? чоятро нӯш. фаромӯш накун ки ман ҳам ятим ҳастам. дуздиданд? ин худа чӣ гап аст? онҳо ки ҳастанд? ман ҳам ҳамонро ҷустуҷӯ дорам. агар кор ба ту бошад мо сӯхтем. аммо ҷаноби акрам, خوبی با دیدم. زهرا! مادر جان، من آبود شدم. این رو فهمیدی؟ همش رو فهمید. فکرم زهرو با پایان نفرایی. میتوانی با تیریزه گریخته رو. نابود شدم. من رو فهمید. آروم شو. فهمید نابود شدم. آقای اکرم شما را فیرا دارد. من لباس هایم را عوض کرده می آیم. چی کار میکنم؟ من نابود شدم. به خدا که من نابود شدم. سری از فکر کردن دیوانه میشم. تمام شد. بس. آروم. وای دختر کجا گم شد؟ باز در اینجا چی گپ شد؟ وای دختر واقعی دزدیدنش را تا این وقت از من پنهان داشته است؟ دزدیدن؟ کی رو دزدیدن؟ ملیس رو؟ ملیس در کجایی؟ دخترم ملیس. تینجنس و در جا چی شد؟ چرا این را از من پنهان داشتی؟ بابا جان، من بسیار ترسیدم. نخواستم که شما غمگین شوید. برای من؟ بابا جان همش رو حاضر به من میفهمانی. تو را کی؟ دزدیدنی بود. زود به من نقل کن. بابا جان، شما برای همین عصبی شدید؟ گپ را تاب نده و به من چرا این را نگفتی؟ گفتم که برای ناراحت نشدن شما. آنها از تو چی خواستند؟ من هم نمیدونم. آنها راهزنهای شهری بودند. اکیزیا مرا از آنها نجات داد. او دو راهزن شهری را سخت لطیکوب کرد. کدام زیا؟ دومولو زیای خودمون. دومولای خودمون؟ ریش. بله. سلا. دستش درد را نبیند. خداوند هزارها بار از او راضی باشد. یزنه مگر من نگفته بودم که این مسئله بین هر دویمان میموند؟ اکنون کار کردهتان رو دیدید؟ زهرا وقتی که دومولوزی این کار رو کرد. زهرا جان، به تو یگان حادثه میشد من چیکار میکردم؟ حق داماد شوندم را چخیل پرداخت کنم. چخیل داماد؟ کدام داماد؟ همان داماد. زهرا با آن آدم ازدواج میکند چون که عاشق دیوانه شده است. با کدام آدم؟ دامولوزیو. چی؟ هنگامی که تو رو نجات میداد همان وقت عاشق شدی ها؟ سفسطگویی رو بس کنید. زهرا باجه‌مان در کجا باشد که او را آغوش کرده تبریک گویم؟ خیر میلش. هنگامی بیاناتگیری مبارک باد میگویم. نباشد باجه‌مان را دعوت کنید. بختیار لبای آقای اکرم. رفته داماد شوندم را بگو که زود به اینجا آید. میلش.
او چاغاتای خوش آمده. خوش باشد. بخیر است که جایتون رو عوض کردید؟ در جای آرام و تنها همیشه راحت است. من دیگر در جای پرغوغا طاقت کردن نمیتوانم. بعد از این حادثه من به اینجا رو آوردم. آفرین چاغاتای. آدمانی ما را خوب لطوکوب کردی که حتی بیمارخانه آنها را قبول نکرده ایستاده است. باور نمیکردم که تو تا این درجه باقوت هستی. هیچ خیر این کار فایده آورد ها؟ آقای کنعان آنها را من نزدم. تو چیا میگویی؟ کی زد آنها را؟ من قریب زدنی بودم که در بین یک کس در آمد. شب نکن ساز گپ زن. اون کس زده که گوش کن چاغاتای. ببین ما تو میزنی گفته آدم روان کردیم اما تو این را به دیگر کس واگذاشتی. آنها را کی زد؟ این آدم کیست؟ آقای کنعان این کار من نبود. یک آدم پیش از من شده آنها را لطوکوب کرد. پسرم مرا گوش کن. دانسته باش آدم های مرا شخصی میزدگی حالا از مادرش تولد نشده است. کی آنها را زد؟ یک داملای سالدار. چی؟ داملا؟ اوه سلین به سر داملا من چی بلا آوردم. مرا پرتفته نگریزد خوب است. تو رو پرتفته گریزد با که نیست، اما میترسم که خیش تبارد رو دیده میگریزد. ای رحمت سلین خیریت که گفتی؟ زهرا شما چی در آنجا پیچیر دارید؟ هیچ چیز نیانگه در باره کار. آقای اکرم مرا ببخشید داملا حالا نآمدن. او در کجا باشد؟ شاید یکان کارش برآمده باشد بابا جان. نه این کار مرا قناعتمند نکرد. دیروز به جای تبریک کردن او را مانند مفتش سوال باران کردم که شاید از من رنجیده باشد. تو بهترش به او زنگ زن بگو با او واخوردن میخواهم آیید فاتحه کردن و توی گفتگو نمایم. زود به دامادم زنگ زن دخترم. بله زهرا زنگ زن. من هم میخوام یک باره بیاناتش را بگیرم. چی استاده ای؟ زنگ زن. زنگ زده نمیتوانم چون که یعنی حاضر ینگم پرسید که چرا ما پیچر داریم با سلین. ها تمام من گپ زده ایستاده بودم که اما قوه تلفنم تمام شد. خیر گیر با تلفن من زنگ زن گیر. بابا جون قوه تلفنی من تمام نشد از وی تمام شد. اگر از من تمام میشد میدونستم که چی کار کنم. اما من با داماد شوندم هرچی زودتر واخوردن میخواهم. حاله خسورم درباره خاندار کردن زهرا میانش را سخت بست است. او را بین دامادم گفته دهانش آب نکشاید. چرا نکشاید؟ شما ناراحت شدید جنابی اونل؟ نه استغفرالله. چرا ناراحت شوم؟ به خدا این اولین مراتب است که من از تحت دل با تمامی زیادم داماد گفتن میخواهم. زهرا جان من تو رو در نزدی ماشین انتظار میشوم. سلام سلین خانم. تنها سلین گوی؟ حاضر یک سلینش را خط میزنم. پرابلم نیست. سلام علیک خانم سلین. چی بود که؟ بخیر است. ناراحت می نمایید. این راست کجا برآوردین؟ من ناراحت نیستم. نگاه کنید شما ناراحتید و سببش را تنها من میدانم. چی بوده است؟ حادثه که دیروز رخ داد. اما شما خواطر نشوید. آن راهزنها را من دستگیر میکنم و هر دو یک جویه این را پس سر میکنیم. یک جویه؟ ها جان. گوش کن جناب پلیس، این حادثه به من نه به دوگانه‌ام رو داده است. چند بار فهمانم ای خدای من این کس نمیفهمد. اما شما به خودتان ناحقی میکنید. عجب من به خودم چی ناحقی کردم؟
اگر شما در آنجا هنگام حادثه می بودید این حادثه به دوگانه اتان رخ نمیداد و شما رخ میداد خانم سیمین. چرا چونی؟ چون که تو بسیار زیبا هستی. خدایا او چی ها میگوید؟ و این زیباگی شما تمام راهزنها و حادثه های بیرونه رو به خود جلب میکند و من محافظت کردن شما رو بر عهده گرفته از این پس محافظ شما میشوم و شما رو از همه این راهزنها حفظ میکنم. در کار نیست. از چی ما سخت مینه‌دار شدم. این کس دیوانه است چی است؟ زهرا جان تو کجا شدی؟ آمدم رفتیم عزیزم. تا بازدید. ای تو چیکار کردی سودی؟ کمیسر فکر کردم که این ماشین خودم است. زود سوار شو. عزیزم به خانه میایی؟ به خدا که نمیدونم. من از تو سخت خفه شدم. میدونم از تو عذر میپرسم. وعده میدهم که دیگر تو رو نمیرنجانم. در حقیقت وعده میدهم. خیر. بخشش یک لحظه. لبای سردارم پگاه شخصی که شناسنامه قلبکی تیار میکرد به وطنمون میآید. او را در فرودگاه دستگیر میکنیم. تمام من میآیم. تو رو دستگیر میکنم. کلاس باوریم نمیآید که باز کلاس گفتی. عزیزم معلومات انیق رسید. کلاس نزدیک شناسنامه ساز میرفته است. آی حالا هم کالتا کلاس گفته ایستاده است. اما عزیزم نه برای بردن من دیگر به اینجا نیو و من رو عزیزم نگوی. فهمیدی اونال؟ کمیسر پروا نکنید من همراهتان هستم. چی صف زده میگویی؟ ابله با ماشین سوار شو. شما همیشه دامون رو پشتیبانی میکنید. اون پلهای ما را سوخته است. او یک دوست است. رفیقان مگر این کار می شود؟ تهمت نکنید که گناه است. خیلی تهمت اکی خلیل. آن شخص را که شما دامولا میدانید پولهایتان را گرفته در کجای معیشت دارد. این تو چی گفته ایستاده ای؟ استادی ما چونین انسان نیست. خانمان و جنابان گوشهایتان را کلان گشاده من را گوش کنه. آن دامولای به ایمان پولهای شما را گرفته از اینجا فرار کرده است. مگر تو راست میگویی؟ بله. مادر؟ چرا مردم در اینجا جمع شدن؟ دامولا زیا رو انتظارند. دامولا باید پول رو آورده خیر کنید. مادر خیر رو باید آدم پنهانی کند. آدم ها رو جمع کردن خودنمایی می شود. دخترم تو همیشه دامولا رو تنقید میکنی. اکنون چی کار میکنیم سیلین؟ دعا کن که هر چی زودتر دامولا رو پیدا کنیم زهرا جان. جانم فکر کن که دامولا رو یافتیم. یکی ازدواج کردن رو قبول نکند پس ما با بابایم چی میگویم؟ من فکر نمی کنم که یک مرد از تو به آسانی دست کشد زهرا جان. دامولا تو را قبول تو میکنم. باز هم با این سخنهایت مرا آرام کردی. رحمت سیلین. باز کن خلیل. راست گفتی اکا. من حس میکردم که او یک دامولایی ساخته است. بله بله بله. خدا ترسید ایسته تهمت نکنید. چه تهمت؟ این همی تهمت نکن. خدا اگر پولها را نیارد او را دور میکشیم. در اینجا چی گپ است؟ خلیل تو فقط پشتی این دامولا را میگیری. بین او پولهای ما را گرفته رفته است. بر خدا قسم دیگر پولهایتان را در خوابتان ببینید. زهرا خانم دامولا زیا را ندیدید؟ نه ندیدم. در اصل ما هم از او یک چیز را پرسیدن میخواستیم. در اینجا چی گپ است؟ همه دامولا رو انتظارند. یک صاحب کاری خیرخواه به یتیمان 50,000 لیره خیر کرده به دامولا داد. مردم باشد فکر میکند که دامولا پولها را گرفته گریخته است. دیدی زهرا جان؟ دامولا زیا بسیار آدمی خیرخواه بوده است. این خیلی آدم کم است. او حقی ما و شما را خورده است. اما باید او را پیدا کنیم. همه مرا گوش کنه. این آدمی که شما اولیا میشماره پولهای شما را میده کرده خورده ایستاده است. بله نمید راست میگویی. مردی رزیل خدا جزایت را دهد. بازی چه نشوه شما. حاضر همه شما همراه من به شعبه پلیس رفته از بالای عرضه شکایتی می نویسه. او فکری یتیمان را نکرد. ببخشید وی آدم چی میگوید؟
дар ҳаққи домула тӯҳмат дорад гӯё домула пулҳоро гирифта гурехт. нагузоред ҳуқуқатон поймол шавад. агар ин дуруст бошад ба худо қасам ки бобоям дилаш кафида мемурад. худо нишон надиҳад. акнун чӣ кор мекунем? ҳамаш хуб мешавад. домула омад. устод омад акай халил биё рафтем. пулҳои шуморо гирифта аз ин ҷо фирор кардам. як тараф истед домула омад, як тараф истед. ҳоли робин домашро кач карда гурехт. узр мепурсам бародарон, бахшиш ки каме кор баромад ва дер омадам. ин миз барои чист? ин миз барои тақсим кардани пулҳо домло. бародарон, бе ин ҳам мешавад. бояд чунон хайр кунем ки касе аз ин пай набарад. гиред ятимонро рӯйхат карда пинҳонӣ бурда баробар тақсим кунед. майлаш домло, хавотир набошед. ҳиҷри писарам, ба оғои халил ёрӣ де. майлаш устод. пулҳоро тақсим мекунед ё не? тамом ба хонаҳотон равем, мо худамон бурда мерасонем. домула лабай хонам зӯҳро. бекор ҳастед суҳбат кунем. домула ташаккур хонам севал. намеарзад домуло. ташаккури зиёд. марҳамат. оиди ҳамлаи роҳзанҳо ман чизе нагуфтам, аммо язнам ба бобоям гуфтааст. бобоям мехоҳад ба шумо миннатдорӣ кунад. хоҳиш мекунам, яъне ин кор зарур нест. ҳар кас ки мебуд кӯмак мекард. ҳа ҳамин хел. аммо устод наҷотдиҳии маро бобоям шунида инро бисёр муҳим шуморид. шуморо чун домод медонад. агар ба ӯ ҳақиқатро фаҳмонам сахт меранҷад ва худо нишон надиҳад ки вазъияташ бад шавад. домуло бо ман издивоҷи сохта барпо мекунед? медонам ки бо шумо издивоҷи сохта барпо кардан ин фикри ғалат аст. дурӯғ гуфтам ки ба шумо ошиқ ҳастам, дигар роҳам надоштам. аз шумо ҷавобро интизор ҳастам. намекунам. намешавад зӯҳра. ва боз ин ки ман одами диндор ҳастам, ман бояд ба одамон намуна бошам. муфтиёт агар издивоҷи сохта барпо кардани маро фаҳмад, ҳоли ман чӣ мешавад? шумо чиҳо мегӯед? ҳеҷ кас пай намебарад. ваъда медиҳам, касе намефаҳмад. агар бобоям фаҳмад, худаш маро нобуд мекунад. мутаассифона зӯҳро, яъне ин корро карда наметавонам. аз онро медиҳанд. наранҷед, ман ба масҷид меравам. худоҳофиз. зӯроҷон чӣ шуд? чӣ гуфт? қабул накард. қабул накард? акнун чӣ кор кунам? намедонам. ҳамеша биёед. устод, чӣ шуд ҳиҷрӣ? боз савол дорӣ? бале устод. устод, саволам ин ки агар келасро бикушӣ гуноҳ аст? чӣ? келасро гуфтӣ? ҳа устод. ин савол аз куҷо баромад писарам? дар девори масҷид дидам устод.
در دیوار دیدی؟ همینطور گویی نمیشود. من چه خیلی پرسیدم استاد؟ من از کجا میدونم؟ چنان میپرسی که آدم تلخ قلب میشود. هجری مسلمان دینش را باید بداند و گفتارش را نیز باید رعایت کند. خوب هستی آقای بختیار؟ خوبم. کی اکرم شما رو بجوز؟ تشکر. خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. روزتون بخیر. خوش آمدی. با تو چقدر تشکر گویم کم است. کاری که برای نبیرام کردی چگونه پرداخت کنم؟ من چیزی نکردم جناب. چی خیلی چیز نکردی؟ اگر تو نمی بودی آن راهزنها به نبیرم آفت می رساندند. تو حیات او را نجات دادی. استغفرالله. تو قهرمانی هستی که با دل گشاد نبیرم را به تو امانت کرده می توانم. داماد دستم را ببوس. هجری دست بوسه نکن. نشیده خانم، اهل عائله را در میمانخانه جمع آور تا که گفته هایم را همه شنوند. حاضر دعوت میکنم. مرحمت. تشکر. حاضر شما در حیرتید که چرا من شما را به اینجا دعوت کردم. آرام باشید، یگان جای خواطرش نیست. برای یک کار خیر در این جایید. با دقت گوش کنید. دامولازیا جان، با دختر عزیزم همه چیزم، قیمتترین گوهرم زهرا جان آیله برپا می کند. این خبر خوش را خواستم به شما هم رسانم. این روز فراموش نشدنی را، اعضای عائله‌مان شدن دامولازیا را خواستم به شما رسانم. او داماد یکتایی من است. اکنون از سببی که این خبر را به همه رساندم کار را طول دادن لازم نیست. در حال به توی تیاری بینید. در اصل از شما چطور عذر پرسیدنم را نمیدونم. به سر شما بلا شدم. حتما راهی حل این کارو میابم. نه هیچ گپ نیست. دامولازیا لبه خواطر نشوید. این کار این خیلی دوام نخواهد کرد. یگان بلا کردم من راه حلش رو میابم. در اصل باور دارم که شما حل این کار رو میابید. من شما و آقای اکرم رو غمگین کردن نمیخواهم، اما این بازی دو رو در روز دوام کردن نمیتواند. با اجازت. زهرا چی شد؟ دامولازیا از فکرش گشته است مگر دامادی ساخته شدن رو دوام میدهد؟ دوام نمیدهد. به دوستانش چی خیلی فهموندنش رو نمیدونست است. عزیزم تو هم کمی مجبورش میکردی؟ چی کار میکردم سیلین؟ در پیشی پایش میافتیدم؟ قبول نمیکند آخر.
بی این هم برایش نگاه کردن نمیتوانم. تنها تشکر گفتم و تمام. زهرا جان باید یگان کار کرده دامولا را راضی کردن در کار. نمیبینی کار جدی است عزیزم. اوف میبینم سیلین میبینم. شوکت ای شوکت سرم رو ویران کردن. ای برادر این چی گپ از خودش؟ هر روز یک کار چی شد آخر؟ به این همه لباسا هم در همین جاست. تا کی به من مثل مهمان رفتار میکنی ها؟ چخیل مهمان شوکت چخیل مهمان ها؟ 1 سال میشود در اینجایی. بس است این خانه مادرت نیست. شد برادرم اگر خواهی باز من رو بیرون رفته در کوچه زندگی میکنم. یا خدایا. کیلاس جان یگو مشکلی داری؟ بله شوکت من مشکلی دارم. مشکلی کلان دارم شوکت. او برای آن رد کرد که از دوستانش شرم می‌دارد. زندگی و از زندگی ما تماما فرق میکند. این رو بفهم زهرا جان. اگر مردم تو رو با این حال در بر او بینند غیبت میکنند. بعد اینکی اگر تو خودت رو با او موافق سازی مسئله با همین حل می شود. یعنی چی خیل؟ نفهمیدم. اینش رو به من گذار من حل میکنم. ببین این دختر با ازدواج ساخته حتی راضی نمیشد. حالا باشد زاره کرده از پسم میدود. ای برادر تو شوخی به شوخی همه ای کار رو حل کردی کو؟ چخیل حل کردم شوکت چخیل. عقل تو به این نمیگیرد. اون دختر ما رو مانند بازیچه استفاده برده ایستاده است. اکنون شوخی به شوخی تو داماد شده به قصد میروی برادرم. تو چی ها میگویی شوکت؟ من شناسنامه‌ام رو درست کرده میگویدم تو باشی داماد میگویی. توی دختر رو پرتفته میروی. تو اون دختر رو پرتفته نمیتوانی. سفسطه نگوی. کمی سر و نال از قفایم است. از دیگر طرف کنعان دیوانه. من مگر در اینجا میمانم؟ تو چی ها میگویی؟ من خودی پگاه نیست میشوم. نیست. چغتای خوش آمدی. ملیس خبر را به چغتای رساندی؟ رساندم بابا جان. خوب چغتای زهرا را خانه دار میکنم. از این بعد همکار و دوستت صاحب شوهر می شود. آقای اکرم لبایی خوراک شام تیار است. بسیار خوب. پلی بچه ها همتان مرحمت کنید به خوراک شام. دامولا رو هم دعوت کن. مرحمت. زهرا بیا یک صحبت میکردیم. زهرا این چی گپ است؟ من نفهمیدم چقدر که تو ایده چی میپرسی؟ همه میگوین که تو با دامولو خونه دار میشوی. این چی گپ است زهرا؟ در اصل سفسطه میگویی چقدر با که خونه دار شدن من به تو چی دخل دارد؟ ها؟ برای همین به اینجا آمدی؟ زهرا با دامولو خونه دار شوی به تو نمیزیبد. فهمون به من. برای چی فهمونم چقدر؟ چی من برای فهمانیدن تو کوشش دارم؟ اما من تو رو دوست ندارم. در اصل سخنهای تو رو شنیدن نمیخواهم. نمیفهمی؟ نه نمیفهمم. دیوانه شدی مگر؟ این دامولاچه کیست؟ تو چیکار کرده ایستاده ای؟ آن دامولایی را که تو اینقدر پس میزنی از تو 1000 بال بالاتر است. فهمیدی؟ چقدر تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تو اینجا برای آدم ها رو ناراحت کردن آمده ای؟ نه آن دامولای مشهور رو دیدن آمدم. او کی از چخیل آدم است، دل زهرا را چخیل یافته است، این را فهمیدنی آمدم. بسیار خوب. آرزوهایتان در حال عملی شدند. انا آن کس آمدند. مرحمت تو رو ببینید.
رفتم خواب کنم که در نماز بامداد خستنم در کار. من شما را گسیل میکنم. هیچ لازم نیست زهرا جان. مهمان رو تنها نگذارد که گناه است. بار دیگر شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. آفرین زورو. دیدی به چشم داملا چه خیلی زیبا افتادی؟ بسیار هم زیبا افتادم. عین حال خودم را از همه آدم درویترین دنیا حس میکنم سلی. رویت رو تروش نکن. من میدونم که این خیلی کارها به تو پسند نمیآیند. اما چی کار کنیم برای قانع کردن دامولازی ها چیزهای پسندیده‌اش رو کردن میگیریم. چه تو خودت رو کی فکر میکنی ها؟ پسرم تو کی هستی؟ دو آدم را زده خودت رو قهرمانیست کردی. به شرف آدمان را زده زهرا را از من گرفتن خواستی ها؟ همان حادثه رو تو تشکیل کرده بودی به مثل فیلم هندو آدم های خودت رو از پای افتانده در نزد زهرا قهرمان شدن خواستی تو هم فرصت رو انتظار بودی ها؟ مرا گوش کن اگر یک بار دیگر تو رو در نزد زهرا بینم با ایمانم قسم نماز جنازت رو خودم میخوانم. مرا فهمیدی؟ تو چه خیلی دومالا هستی؟ حیاتت سوخت در دهان آی کودک دیوانگی نکن. تو با کی سر و کار گرفتنت رو حالا نمیدانی. سرم رو ویران کرد. در همانجا زده سرش رو معیب میکردم لیکن استغفرالله گفتم. ای خدایا خواب رفتن او رو بین. شوکت شوکت گویا که در حیات من تو نمی رسیدی و با آمدنت حیاتم پره شد. این مرد خیلی خراس میکشد. ای خدا این آدم چه خیلی این آواز رو میبراند. گوشم رو کل کرد. ای بچه تو انسان هستی از خوک هم گذراندی. شوکت برادرم توبه توبه. زهرا تو را میفهمم و از اینجا باید روم. ماندن نمیتوانم. اگر برای من رو دوست داشتنت کمتر امید می داشتم شاید
می ایستادم. کجاست این دامولای بینماز؟ این دامولای بینماز در کجاست؟ جناحی ما رو نگیر، ما جزای او رو میدهیم. باید جزای او رو ما بگیریم. رفتیم استادم رو هم ندهید، شاید دلو شده که در همین جزا دامولای بینماز کنی شما چیکار میکنید؟ بچه شما چیکار میکنید؟ دامولا در کجاست من با تو میگم؟ گناهگار نیستم کلاس گوره. تو اگر نگویی دامولای بینماز در کجاست ما تو را رها نمیکنیم. شما چیکار میکنید؟ دامولا در کجاست؟ تماما به نمازی بامداد نمیآید. در کجاست او؟ در بالا. او در اونجا بودست. کنی همه کس رفتیم. بختیار این آواز از کجاست؟ اینها کیستن؟ مردم محل جمع شده دامولا رو میگویند. انا او در کجا بوده است؟ در اینجا بوده است. تو چی خیلی دامولا هستی؟ رو به نمازی بامداد ناومدی ها؟ ساعت 10 سحر شد ما رو احمق میکنید ها؟ تو دامولایی ساخته هستی؟ نه استاد مگر اینها راست میگوید؟ خطا نفهمید، این همش تهمت است. خیلی تهمت؟ این آدم رو من میشناسم. این همان دزدی مشهور کلتکلس است. حالا پلیس هم می آید. با شما چی شد؟ بابا جان استاد مردمی محله چی میگوید؟ یک طرف ایستد. کلتکلس من از تو انتقامم رو میگیرم. تو رو به محبس میبرم. بدم افتادی. تو را یافتم کلتکلس. میبینیم که تو این دفعه با کدام جهنم میگریزی. پران نه بسرش پران. نه پران. زهرا دخترم با تو چی شد؟ کفتان خدا را شکر همه این خوب بوده است. صبح بخیر دامولا. صبح بخیر. مانند خوابی بد همه جا رو آب پاشیده ایستاده است. بعضا در بیرون خواب کردن رو دوست می‌دارم. سحر بر وقت خسته مشق میکنم. در بیرون خواب کنم خوابای خوب میبینم. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر. رحمت دخترم خوب هستی؟ خوبم. من رفته ایستادم. میلش دخترم. یگان چیز میخواستید؟ نه دخترم رحمتی کلام. میلش؟ با دقت باش دخترم. مانده نباشید بابا جان. میلش دخترم درسایت رو نقص خوند. یا خدایا به ورزش کوهبرایی هم سر و کار داشته است ها؟ سر و کار گرفتن یک طرف همکی. کتابش رو نوشته است. کتابش رو. چی نوشته است؟ کتابش رو. در کجا؟ هنگامی به کوه برآمدنش در کوه می نویسد. هنگامی فراموندن در خانه. یا خدا. شوکت! چی شد؟ مهمانتان رو میجوید؟ شما او را ندیدید؟ البته که دیدم داملا. در نزد آقای اکرم است. رحمت امک بختیاری. سوپرمن در نزد او هیچ است. چی خیل؟ انا میخیل. امریکایی ها با یک سوپرمنشان چنان میفخرند که سرشان به آسمان رسیده است. سوپر دامولای ما از سوپرمن آنها زودتر میداد. شوکت
صبح بخیر صبح بخیر خوش آمدید. صبح بخیر. تشکر شما خوب هستید؟ شکر خدا. ما با شوکت درباره شما صحبت داشتیم. نقلش هیچ تمام نمیشود. تمام نمیشود. او لقیدن را سر کنه دیگر هیچ خاموش نمیشد. انشاءالله که سرتان رو به در نآورد. استغفرالله. در حق شما بسیار هم چیزهای خوب گفته ایستاده بود. بفرمایید درایید. مرحمت بعد از شما می‌داریم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. ما هم با شوکت بای درباره شوهر شوندت صحبت داشتیم. از که ما داماد شونده شدی کلاس؟ مرحمت مرحمت مرحمت. زورو جان نان رو گرفته به زمین افتاد. ای به زمین نان افتیده است. برای زهرا یک توی پرحشمت خواهم کرد. یگان چیز را برای او دریغ نخواهم داشت. اما دختری عزیزم، تو یک چند وقت کار را پرتا و تنها برای توی تیار بین. این روزهای خورسندی تو می باشند. سیلین دخترم، تو هم به کار نرو. در کارهای دوگانت یاردم ده و او را تنها نگذار. مایلش بابا جان. با اجازت شما میخیزیم. من رفته طهارت کنم. اجازت از شما؟ مرحمت مرحمت. به همتان اشتهایتون روز بخیر. شوکت جان رفتیم برادر جان. مایلش ما میرویم. باز بگاه میرویم. برادر من به تو دو سوال دارم. چی سوال بوده است؟ سوال یکمش به این دختر خانه‌دار میشوی؟ دویمش یا نمیشوی؟ چی خیل خانه‌دار شوی؟ برای زیغ شدن این دختر من این کار را کردم. رفتیم. یا خدایا. زهرا جان، قسم دویمی نقشه همان. آیا نقشه ات فایده می دهد؟ این چی گپ خودش زهرا جان؟ همه نقشه های من تا امروز عملی شدن. تو اولم به من باور نمی کنی؟ در درونی اینها چی است؟ سلین؟ لبای عزیزم، روی ما را این تر بسته به دامولا نشان می دهی؟ اوف زهرا، با گردن بندهای مکتبی مانند شد. این طور نه. اما این خیل در سرت می پرتایی. همین خیل؟ چه خیل است؟ بسیار زیبا. با من می زیبد؟ البته جانم. ببین اینجا دیگر رنگویش هم هست. الان اینش به تو خیلی می زیبد. می زیبد؟ سلام داملازیا. با من نزیبی؟ زیبید، اما اینش رو پیشیده به آینه نگاه کن. خب؟ اینش زیبید؟ به خدا بسیار زیبا شدی. اینش رو بینیم؟ کندی وی رو برور در آینه. وقتی این خیل میبندی بسیار زیبا میشوی. این هجریش خیلی آدم است. اگر پسر من می بود با خدا رحاق میکردم. سوال باید از سرت ماند. دامولو من نزدیک شما اومده ایستاده بودم. بخیر از دخترم سیوان. دامولو با من یک تومور نویسید. تومور؟ بله دامولو، از نمیک چی طور خلاص شدنم رو نمیدونم. برای همین به نزدیک شما اومدم. آچه این سیوالی من است. عاقبت تو را میکشم من.
کن زهرا. مایلش اومده ایستادم سیلین. فراموش نکن چه خیلی که مسئولیت کردیم همون خیلی میکنیم. فهمیدم سیلین، فهمیدم. سیول جان. دامولو دیگر چاره ندارم. دامولو ما هم برای دیدن شما اومدیم. انشالله بخیر. درد شما چیست خانم ها؟ دامولو با ما آبی قیترمه میدیهید؟ آبی قیترمه؟ بله دامولو. کارهایمون برای نگرفته ایستاده است. کاش که رفته در مدرسه تحصیل میکردم. روبین همه دخترها رو به خودش جلب کرد. من این شیطان را به جهنم میفرستم. اولین شده من به اینجا اومدم. دامولا کاری من رو بود میکرد همین طور نه؟ تومارهای دامولا به همه میرسد. التماس غوغا نبردارید. خانمان بهوده غوغا نبردارید. من به این هم تومور نمی نویسم. روزتان بخیر. شیطان چه ها با ازدواج ساخته دیدن که راضی نشدم، برای راضی شدن روی مال پوشیده آمدند. دستم شکست. تو خوب هستی؟ بیاری تاجری زنگ زن. تمام که زنگ میزنم اما گفتم از پس او غیبت نکنید که او اولیاء از خدا میزند. زورا چرا مرا دوانده ایستاده ای؟ او بی قیتر ما گفته آورده مرا در پیش همه شرمنده کردی. حاضر او از پسی ما خندیده ایستاده است. عزیزم کار از طرفی خوبش بین؟ طرفی خوبش کدوم بوده است عزیزم؟ خیر دیده که دامولو تومور نویس نبوده است. باز تومور نویس نبوده است میگه. ایستو تو فلورم بلند است. تو باشی مرا میدوانی. یک باری دیگر فایده اش کرده است. یگون مشکلی نیست. همش با کوشش های شما دکتر. تشکری زیاد. یک دقیقه. این برای تو؟ اینش برای تو. رحمت اپا جان. لازم نبود دکتر جان. بیاین هم شما با ما خدمتی زیاد کردید. این طور نگوید. این وظیفه من است. برای کودکای محله تحفه گرفتم و نصیب کودکان شما بودند. ما چه خیلی این خدمت های شما رو برمیگردیم. لطفاً. تشکری زیاد. من کلاشم دکتر میشم. چه خیلی نقص. سلامت باشید. تشکر. مرحمت. رفتیم. خدا بالون‌های موتورسیکلت رو شکاف کند. خانم خوب هستید؟ اگر شما رو میزد میمردید. به تو ما چیکار میکردیم؟ زحمت نکشید من خودم میپردازم. نه هیچ گپ ندارد. با فکر مرا نفهمیدید شما. کاری خودتون رو دوام دهید. مالش من هم برای دیدنی تو بر اومدم دخترم. دامولا خوب هستید؟ خوبم تشکر. انشاءالله که سلامت هستید. خوبم. موتورسیکل با سرعت گذشت و قریب که دکتر را زیر میکرد. خلطه های دکتر رفتیدند و من یوری رساندم. تشکری زیاد به شما. خوب هستی دخترم؟ با تو چیزی نشد؟
دومولو وقت می داشتید با شما یک پیاله چای دم میکردم با شیرینی میخوردید بعد میرفتید. نه رحمت، من در حال رفتنم در میلش دومولو خیر خوش باشید. روزتون بخیر. دخترم دومولو زیاد نسبت ما همیشه نیکی میکند اما تو رو دویم پس میزنی. رفتیم. تو خوب هستی دخترم؟ خداوند قبول گرداند. دومولو جان امری معروف میکردید؟ آقای خلیل من کمتر کار دارم. روزی اولی آمدنتون به ما امری معروف کرده دلهایمون روشن شد. دومولو امری معروف کنید که ما گمراه شده ایستادیم. بله استاد التماس رد نکنید. حاضر کار دارم آغاز یگان وقت دیگر انشالله. خواهش میکنم استاد التماس رد نکنید. خیر مرحمت شینید. بله محترم جماعت، موضوع امروزه ما یعنی موضوع امروزه برای خود یک چند پند اندرزهای خوب را قید کرده بودند. حالا برای تو میخوانم. محترم جماعت، این دفتر در حیات من اهمیت کلان دارد. این دفتر به من از استاد عزیزم خاطره مانده است. در مدینه روزی عید رمضان حضرت محمد درود خدا بر او و با آلش کودک ها را میبیند که بازی دارند و ناگهان کودکی را میبیند که در بین کودک ها با چشمان گریان آنجا اشک میریزاند و پیامبر از آن کودک میپرسد پسرم کنی به من بگو چرا گریه داری؟ کودک جواب داد هر کسی پدر و مادر دارد اما من پدر و مادر ندارم، یتیم هستم. و آن زمان پیامبر عزیزمان سر کودک را سیله کرده گفت پسرم میخوای که من پدرت عایشه مادرت فاطمه اپت و علی عمکت شود؟ کودک به چشمان پیامبرمون با تبسم نگاه کرده جواب داد من شما را میشناسم ای رسول خدا، چه خیلی به این راضی نشوم. و تا آخران نفس پیامبر درود خدا بر او و با آلش آن کودک یتیم از پیامبر جدا نبود. روزی در کوچه هنگام بازی کردن کودک ها با او گفتند تو همیشه غمگین بودی و خنده نمی کردی، حالا با تو چی شد که اینقدر شاده میکنی؟
کودک گفت آن وقت من یتیم و بیکس بودم و حالا باشد پیامبر پدرم، عایشه مادرم، فاطمه حپم و علی عمکم شدن سببش همین. و کودک و حسد برده گفتن کاش که ما هم مثل تو یتیم می بودیم. خانم تولین باید با این ازدواج مانع شویم. برای همین را گفتن با من در حال واخوردن خواستی. من کودک نیستم. چقدر برای زهرا را به دست آوردن اینها را گفته ایستاده میفهمم، اما به من چی فایده؟ خانم تولین این مسئله تنها مسئله من نیست. چشمانت را کشا. چیکارها کردن این دامولا را حالا نمیدانید؟ چی یعنی؟ تو پیش هم دامولا را میشناختی؟ وقتش بیاید این را هم میفهمم، اما حاضر تنها این را دانید که آن حادثه زهرا از دست رازنها نجات یافته بود کو؟ بله. آنها آدمانی دامولا بودند، یعنی برای زهرا را به دست آوردن این نقشه را او کشید. من با چشمانم دیدم. اما لطفاً از این زیادش را نپرسید. برای فریب کردن زهرا. کی میداند باز چی دروغ‌ها گفته است؟ این را خدا میداند. ببین او بسیار انسان حیله‌گر است. برای به دست آوردن ثروت آقای اکرم همه کار را میکند. زهرا را فریب کرد، آقای اکرم را هم فریب میکند. آقای اکرم پیش از مردنش اگر یگان وصیت نامه نویسد او همه را صاحب میشود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. هجری پایم رو زیر کردی. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. هجری قرائت کن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلی العظیم. آمین آمین. اوش نماز چخل بود؟ در حقیقت خوب بود برادر. آیا میدونی از برای تو شده در حیات یکم بار نماز خواندم. برادرم. چی میگویی؟ تو حاضر در حقیقت میروی؟ میروم شوکت، دیگر ایلاج ندارم. برادر من تو رو بسیار یاد میکنم. شوکت من هم تو رو یاد بکنم. من با تو گپی سخت میزنم، دلت رو میشکنم، من رو عصبی میکنی، بعد من مجبور میشوم. خیر من رفتم. حقت رو حلال کن. حلالت باد.
چیکار کردی چنگیز؟ آقای کانال در گرد خانه نو و کهنه شناسنامه دام ساختیم. رفت آن کلاس رو بیارید با همه چیز چورش. اطاعت سردارم. امرتون رو به جا میاریم. رو. کمیسرم کرتا کلاس به سراغ کهنه شناسنامه انیق نمی رود. به اینجا می آید. بیا شرط میکنی که به اینجا می آید. من حس میکنم. خیر شما دیگر با من در کار نیستید. سردارم یک چیز دیگر را پرسم. با شخصانی که در آینده پلیس شدنی‌اند، مخصوصا با جوانان قابلیت‌ناکی که با مثل من مهارت دارند، چی توصیه می‌دهید؟ لوینت خاموش است. اما سردارم من به نزدیک پلیس میشم. دقتم را پریشان نکن میگویم لوینت. چرا تو رو آوردم؟ مگر این کلتا کلاس نیست؟ سردارم من نگفتم که کلاس به اینجا میاد. انا آمد بخدا که آمد. خاموشی است. با تمامی گروه ها به فرمان من یگان حرکت نکنید. فهما؟ همه فهمیده؟ بله سردارم فهمیده. شام بخیر. تو کی هستی؟ من کلاس هستم. کبوتر مرا اینجا فرستاد. چند مرتبه اینجا آمده بودم. انتظار شوید. سردارم من این عملیات رو سیامکا میکنم. انتظار شوید. برادر شناسنامه تیار است؟ بله خواطر نباشید. چی گپ شد؟ پلیس گریز. همه این گروه ها حرکت کنید. ای پسر تو دیوانه شدی مگر؟ تو چی کار میکنی؟ با موشیشین کجا میروی؟ یک سلفی کنم. ما در فکر عملیات و این در فکر سلفی. با تو بعد کم میزنیم ابله. باز دستم رو محکم کرد. سردارم یک طرف. سردارم کلتا کلاس همراه آدم‌هایش آمده است. بی‌شرف با آدمانش آمده است نه؟ او را زنده میخوام فراموش نکنید. الو اکرم، کلتا کلاس همراه آدم‌هایش به اینجا آمده است. چه کل آدمان؟ کدام آدمان؟ او را از پای زخمی نموده. زود گرفته به نزد من بیارید. فایلش سردارم اجرا میکنه. ای کلیدی در کجا باشه؟ اینها حاضر کلتا کلاس رو از دست بدین. سردارم نیستید. زود پلیس آمد زودتر گریزید از اینجا. پلیس آمد گریزید. اما اگر کانون اینها پلیس بودن، آدمانی کلتا کلاس نبودن. تو خدا جزایتان را دهد. پلیس را از آدمان عادی فرق کردن نمیتوانید. احتیاط کنید یگان پلیس را نپرانید.
گربچه ایرا کشیده میتوانی؟ از دوستان یک بیاری پرسی میشوده؟ اگر سردارم به طور ماشینش برآمدن تو رو بیند به خدا تو رو زنده نمیمانه جورا. به عقل چی تو؟ پنهان شو. آها پلیس رو تو آوردی؟ نه فقط لباس پلیس به من نمیرسید. گوش کن، تو شناسنامه رو با خودت آوردی؟ شناسنامه رو آتش زدم برادر. چی؟ عقلت رو خوردی؟ اگر آتش نمیزدم پلیس تو رو میقبید. خدایا توبه، همیشه کوری من قرار نمیگیرد. ای برادر شناسنامه به تو چی در کار؟ به شناسنامه تو را هیچ کس نمیشناسد. اکنون چی میشود؟ گوش کن، من باید از اینجا فرار کردنم لازم. 3-4 روز بعد به این سراغ بیا. میلش خواطر نشو، شناسنامه تو رو حل میکنم. میلش ما گیر این پالتو رو گرفته پوش، باز از سلفیدن نموری که به من لازم هستی. خدا از تو راضی باشد. میلش من میروم. با پوین فارو گربچه گپ رو نمیفهمی تو؟ سردارم کنی بیاید. خیلی چکار کنم؟ امامی رو باز دوام میدیم. از یک طرف کرتکلاس، از یک طرف گربه. ای دیوانه بیعقل، چی کار کرد ایستاده ای تو؟ چی کار کرد ایستاده ای؟ هی بچه شما در کجا میگردیم؟ از پشت تو شده آدم ها رو از دست دادیم. کلتکلاس باشد گریختر رفت. دیوانه بیعقل. قریب گربت چلی کم رو میخورد، شما باشید با... گم شو خطی گربت. دیوانه به دو سلفی چی لازم احمق؟ بیا خاطر بیا، در آینده با من بسیار کمک میکنی. خیلی چی کار کنم؟ امامی رو باز دوام میدیم. من میبودم کلتکلاس نمیگوریخت. دمت را گیر، خاموش. سردارم کلتکلاس رو دستگیر کرده نتوانستیم، او فرار کرد. آنها؟ بیعقل ابله، از پشت تو کلتکلاس را از دست دادم. سردارم من چطور دستگیر کردن اون رو میدونم. سردار؟ کدام سردار؟ از کجا سردار؟ برای چه سردار؟ ای دو شو من او رو انیق پیدا میکنم. دمت را گیر، خاموش. این خیلی نمیشه وسیلین. کارها دور در روز نرفته، من باید به بابایم همش رو فهمونم. سفسته نگوی زورو جون، تو مگر بابایت رو کشتنی؟ اپا جون برای تبریک کردنی خانه دار شویتون فرصت نیافتم. خواهر جونم عذر میپرسم. هیچ گپ ندارد، خواهش میکنم. رحمت. تبریک میکنم، مبارک شود. برایتون آب بیارم؟ اگر زحمت نشود یک پیاله آب می آوردی. چه خیلی زحمت اپا جون. همه این کارو جدی خیال کردن. نیسیدین، من همشو با بابایم میفهمونم. بین هم من اگر نگویم دامولو بی‌طاقت شده همشو با بابایم میگوید. این قدر جدی میرود. ای زهرو عزیزم، یک لحظه ایست، حالا درستر فکر کنیم. بابا لبای دخترم. بابا جان صحبت کنیم میشود، بسیار مهم است. صحبت درباره چی؟ یا اینکه روز نکاح را با دامادم انیق کردی و آن را گفتنی؟ بابا جان من در اصل کدام وقتی که گوید به من موافق است. هیچ خواطر نشوید. با این قرارتان مرا خوشبختترین آدم دنیا گردانیده اید. اگر تو را با کرته عروسی بینم آرامانه میمیرم. و با راحت در قبر آرام میخوابم. بابا جان این خیلی نگوید، مرا تنها نگذارید. تنها
تنها نمیمانی. تو را به جوهرت می سپارم و شما برای من نبیره زیاد تولد می کنید. اکنون آرام شو. گریه نکن. گپ مهم دارم گفته بودی. وای چی گپ بوده است؟ من مهم گفته بودی کو؟ شما رو چقدر دوست داشتنم رو گفتنی بودم. این را من میدانم دخترم. سلین بیا دوگانت را گرفته به پایان فرایید. لباس عروسی و شیرینی ها را انتخاب کنید. روید. مایلش بابا جان. رفتیم زورو جان. ایستو. تو بازدید شب بخیر. گفتن نتوانستم. زهرا چی گپ شد؟ این چه حال است؟ خوب هستی؟ خوبم، یگان چیز نیست. هیچ گپ نیست، خاطر نشوید. چخل هیچ گپ نیست؟ به حال من نگر. بله به حال من نگر. این چی حال است؟ از تو عذر نپرسیدم. از دستت گرفته به خانه‌ات بیا گفته نتوانستم. به شرف کلتکل است. به کدام سوراخی در آمده ای؟ من تو را دستگیر میکنم به شرف. دستگیرت میکنم به شرف. ای خدایا، بندی پای افزالم کشاده شده است کو؟ ایستا